الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همانطور که در جریان هستید، ما در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان قرار داریم و کمک، انفاق، صدقه، زکات در ماه مبارک رمضان فواید بس بزرگ دارد. از جمله می توانیم کسب رضایت خالق کائنات، افزایش رزق و روزی، بخشش گناهان، ایجاد عدالت اجتماعی، تقویت روحیه همدلی و ترویج فرهنگ انسان دوستی را اشاره کنیم. و این اعمال مخلصانه بر علاوه ذخیره معنویت جامعه را به سوی مهربانی، عدالت و انصاف سوق می دهد. و طبق نصایح مولانا: گشاده دست باش، جاری باش و کمک کن مثل دریا، با صفت و مهربان باش مثل خورشید و برف. البته آیات کریمه ای که به سهم شما رسانیده شد مملو از محتوا و درس است بس بزرگ برای تفکر، تعقل، تدبر، تعاون و تقوا. از این میان 4 نکته آن را ذکر میکنیم. اول این که باید بیاندیشیم و مروری داشته باشیم به این که در 12 ماه گذشته چگونه زندگی کرده ایم. آیا هر یک از ما در این مدت توفیق انجام کار نیکی را داشته ایم؟ کجا مؤثر واقع شده ایم و کجا اشتباهاتی را مرتکب شده ایم؟ دوم، تفکر، اندیشه، تحلیل و تجزیه از زندگیمان داشته باشیم و خاطره کسانی را به ذهن خود بیاوریم که در کنار ما بودند اما اکنون در میان ما نیستند. خداوند گذشتگان را غریق رحمت کند. و این فرصت ارزنده است برای یادآوری بهترین درس تا از فرصتی که ماه مبارک رمضان برای ما فراهم می کند بهره برداری کنیم و به استقبال آن بیاییم تا سعادت دنیا و آخرت نصیب ما گردد. و والله اعلم که آیا تا فردا زنده هستیم یا خیر. نکته سوم، در مورد شکرگزاری بکنیم از خداوند متعال که چنین ماهی را برای ما عطا فرموده. ماهی برای تزکیه نفس و تعالی روح انسانساز. بزرگان ما نیز در این ماه با تزکیه نفس خود به درجات عالی انسانی دست یافتند. مورد چهارم، در حقیقت ماه مبارک رمضان ماهی است برای برنامه‌ریزی و تدبیر. با مرور فعالیت‌های گذشته، تحلیل و تجزیه دستاوردها، چالش‌ها و راهکارهای جدید با برنامه‌ریزی دقیق برای یاری رساندن به یتیمان، نیازمندان، مستضعفان، بیوه‌زنان و روزه‌داران تلاش بکنیم و این مسئولیت انسانی ماست که باید به دوش بکشیم و سعی بکنیم تا هیچ سفره خالی از نان نباشد. بیایید با دلهای پرمحبتمان نور امید را به خانه های نیازمندان ببخشیم، زیرا فقر انتخاب کسی نیست، اما یاری کردن به دیگران انتخاب زیبا و پسندیده است. چنانچه خداوند متعال نیز بالای ما و شما امر کرده. بسم الله الرحمن الرحیم: و تعاونوا علی البر و التقوا. سعی کنیم با کمک هایمان امید جدیدی به دلهای ناامید هدیه دهیم و با تلاش هایمان سرنوشت اجتماع را به سوی بهبودی سوق دهیم. چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیر الناس من ینفع الناس. بدون شک بهترین انسان کسی است که برای دیگران مفید بوده باشد. و لبخندی که به کمک شما بر لبان یک نیازمند می نشیند در تاریخ معنویت ثبت خواهد شد و این بهترین ثروت دنیوی و اخروی است. این مسئولیت و مکلفیت انسانی ماست تا آرام نگیریم، نعمتهای خداوند را در این ماه مبارک تقسیم کنیم تا خیر و برکت بیشتری به زندگیمان سرازیر شود. چرا که از این نعمتها در روز قیامت پرسیده خواهد شد. چنانچه خداوند متعال فرموده: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
بدون شک بیایید با اهدای یک لقمه افطاری جواز ورود به بهشت را از آن خود کنیم و سفره بگسترانیم که هیچ خانه بدون افطاری نماند و در این ماه رحمت شادی را به دل نیازمندان بیاوریم. ما همه مخلوقات خدای واحد هستیم، پس باید هرگز بندگان او را رها نکنیم، به خاطر اینکه افراد ناتوان و نیازمند همواره منتظر دستان سخاوتمند شما هستند. بنابراین از شما پدران، خواهران، مادران و برادران گرامی احترامانه و صمیمانه درخواست میکنیم دست سخاوتمندی تان را دراز کنید تا با همیاری شما زندگی مرفه‌تر نیازمندان فراهم بسازیم و بنیاد خیریه امید حیات با تجدید تعهد و پیمان به خداوند با کمال امانتداری خیرات، صدقات، انفاق و زکات شما را به مستحق ترین افراد و اشخاص رسانیده میرساند و خواهد رسانید.